نزاکت سفر و همراه دخترش برای زمستان از پامیدار و بادرین خورش‌های زمستانه آماده می‌کند. لطفیه دختری کلانی نزاکت می‌گوید سال‌های اخیر نرخ کنسرو بالا رفته است و آماده کردن کنسروی خودی کم خرج و بهتر است. بانکا تیار میکنه، بادرین تیار میکنه، شکر تیار میکنه، زیر آب تیار میکنه، کمپوت تیار میکنه، ساتا. مثل نزاکت هزاران نفر در تاجیکستان در شرایط خانه با ذخیره کنسرو مشغولند و مثل او صدها زنان تاجیک با ارزان شدن قیمت سبزیجات و میوه‌جات به بازار میشتابند و برای فصل زمستان که نرخ این محصولات به مراتب بالا میرود ذخیره زمستانه آماده میکنند. مردم از مغازه خاطر خریدم نمیدارم مبلغ ندارم چون میرن ارزانتر با میخرن چون میکنن. مشاهده از فروشگاه‌های شهر دوشنبه هم حاکی است که کنسروهای استحصال تاجیکستان در آنها قطار محصولات کشورهای خارجی زیاد به نظر می‌رسد. فروشنده‌ها هم اقرار می‌شوند که ساکنان به آنها کم توجه دارند. سنبلبی راضی و از کارخانه دولتی خوراکواری میگوید بیشتر محصولات کارخانه‌های کنسروبراری تاجیکستان به خارج از جمله به قزاقستان و روسیه و قرقیزستان صادر می‌شود. خارجه فرستاده می شود. اساساً بیرون از جمهوری بر جمهوری قزاقستان و فدراسیون روسیه ما فرستاده ایم. در داخل جمهوری برای مثال قشون‌های سرحدی برای قسم‌های حربی خریداری کرده میشه. اساساً کارخانه‌های استحصال کنسرو در تاجیکستان می‌خواهند امسال 16 میلیون قوطی انواع مختلف محصولات کنسرو شده تولید کنند. آماده کردن کنسرو در خانه‌گاه‌ها به مصیبت هم می انجامد. در گذشته در تاجیکستان ده ها نفر بر اثر زهرآلود شدن از کنسروهای خانگی هلاک شدند، بعضاً از یک خانه چند نفر. ولی صرفه‌جویی برای زندگی زنان را وادار می‌کند که هر گونه خطر از کنسروهای خودساخت را صرف نظر کنند.